گذرگاه دزداست. مشترک مورد نظر در دسترس ای نمی‌باشد. بابا، من چطور اینو فراموش خب کنم؟ برو اونم بردار بیا اینجا بمونی. نه اینطوری نمیشه. زود باش وداد، زود باش پاشا. اول باید تو رو بخوابونم بعدم برم خونه. زود باش نمیتونی همه رو نجات بدی پسر. وداد، زود باش داداش گلم. زود باش بیا بریم. زود باش پاشو دیگه. باش گوشی تو یادت نره. باشه برداشتم. بریم بری بریم. من خوبم. آره. حداقل خونریزی داخلی نداره، فقط پاش مشکل داره. اون شکستگی ممکنه به یه عمل دیگه هم نیاز داشته باشه. امشب تو مراقبت‌های ویژه میمونه. فردا ببینیم چی میشه. من امشب شیفت میمونم. ممنونم ازت. وایسا فردا تشکر کن. باشه. شما هم ببخشید. شبتون بخیر. خواهش میکنم شبتون بخیر. بلا به دور باشه. ممنونم. شرمنده، یعنی فکر کردم قراره تو کلینیک فکر خوبی باشه. مزخرف نگو، خوب شد که تو کلینیک بودی. تو داریم میری؟ آره دیگه من برم. سوپرمن، تو هم حتما خیلی خسته شدی. اطلاعات لازمه رو اینجا گذاشتم. وقت کردی نگاهی میکنی و سفارشای لازمه رو میدی. فرض کن تایید کردیم، یعنی به هر حال بهتر از تو نمیدونی. میتونیم تاکسی بگیریم؟ بفرمایین خودمم. نه من نمیخوام. با تاکسی میرم. تو یادت همین دیروز تو دفتر چی گفتی؟ آره خب دیگه اما- منتظر باش، الان حاضر میشم میام. نیازی نیست بترسی. بیا. باید اینا رو بگیری. خیلی طبیعیه که بترسی چون اولین بارته، اما من موتور سوار با تجربه ایم. خیلی خوب، اینطوری هم میشه. ابراهیم خواهش میکنم یواشتر. کلروکس کلروکس.
وایسا میخوام بهت غذا بدم کاراموت. صبح بخیر. تو اینجا غذا ریختی؟ ممنونم. اگه میخوای تو برو، من منتظر تعمیر کارم، قراره بیان شیشه رو نصب کنم. در مورد یلدیریم حلش میکنم، تو به کارت برس. گفتی خودت حلش میکنی، اما اگه کمکی ازم برمیاد. دیروز چرا گوشیت خاموش بود؟ خاموش کردم. شبا کسی به هم زنگ نمیزنه، فقط اون دختران که حال صحبت کردن باهاشونو نداشتن. من زنگ زدم. واقعا؟ چرا؟ دیگه گوشیت خاموش نکن. یه وقت مورد اضطراری پیش میاد نمیتونم باهات حرف بزنم، اون وقت نگران میشم. واقعا نگران شدی؟ لروکس میشه را بیفتی بری؟ دیرت میشه. میدونستی امروز رئیسم تأخیر داره. من رفتم. ای خدا تو به هم صبر بده. وقتی چشمم به اینا میفته دیوونه میشه. بهشون نگاه نکن. پسر تو بالا خونت اجاره دادی؟ یک کم فکر نکردی؟ اصلا بهش هشدار ندادی؟ نگفتی این کارو نکنی؟ فرخان من اینجا یه راه حلی پیدا کردم تا از همتون حمایت کنم. اون وقت شما هنوز دارین ور میکنین. بس دیگه. این کارو نکن بوراک. بیا اینا رو پاره کنیم بندازیم دور، از کارت حافظه هم پاک کنیم، یه جوری رفتار کنیم که اصلا اتفاق نیفته. بعدش هم شرکت رو ببندیم بریم بشینیم خونه. تو هم به طلبکارا چایی و قهوه تعارف کنی ها؟ ما دوستانه به طرف نزدیک میشیم، میگیم که عکس‌ها رو از روزنامه نگارا گرفتیم و مانع آبروریزی بزرگ شدیم. خب اونم برای این تشکر طرفم دوباره با همون کار میکنه. آره هیچ کس به کسی که ازش آتو داره پشت نمیکنه. از قدیم چی گفتن؟ دشمن تو نزدیک خودت نگه. اما برای این کار اول باید طرفو متقاعد کنیم که دشمنش. هر دوتاتون با منی، چه بخواین چه نخواین. دیگه بر پشیمونی دیر شده. خب کی قراره اینا رو به یلدریم خان بده؟ بوراک نمیشه. بوراک تو نمیتونی این کارو بکنی. خفه شو تا فکر کنم. این رنگش خوبه اما به نظرم بهتره قبلش. بورا کجا؟ راستش از صبح تا حالا دارن تو بالکن با هم حرف میزنن. مطمئنم یه چیزی هست، اما واسه اینکه برا پرو نشه نمیتونیم بریم پیششون. راستش امروز میخواستم از بوراک بپرسم که همه چی رو به راهه. اونم بهم گفت داریم خصوصی حرف میزنیم، یه چیزی هست اما من نفهمیدم. عجب. دوستان اگه میتونین جمع بشین، میخوام یه چیز مهم بهتون بگم. حرفایی که دیروز گفتم امروز پابرجاست. در مورد یلدریم خان کسی کاری نمیکنه. به اون قضیه من رسیدگی میکنم. همه به برنامه کاری روزانه‌شون رسیدگی میکنن. موفق باشین. بفرمایید. صبح بخیر دمیر. حالا رو خوش اومدی. سورپرایز شدم. سورپرایز خوب یا سورپرایز بد؟ سورپرایزی که یه اسپرسو حقشه. بریم. چی دارم میبینم؟ برای یه لحظه شبیه آدما شد. پس این حسم داشته. چه حسی دختر؟ طرف رسما دوست دختر پیدا کرده. این پسر چند وقت از ژاپن اومده؟ چه دوست دختری؟ خیلی بوی خوبی میده. نوش جونت.
از اونجایی که فرار نکردی، پس برای متقاعد کردن یلدریم خان میخوایم با هم معامله کنیم. ببینم تو همیشه رک و مستقیم شیرجه میزنی تو موضوع. این بحث رو دیروز شروع کردیم. دیشب هم دربارش حرف زدیم. پس زیاد رک و مستقیم نبود. قلبم چیز دیگه ای میگه اما خوشم اومد. و بهت کمک میکنم. اما قول نمیدم بابامو ببخشم. فقط با سر یه میز میشینم و اگه پیشنهادمو قبول کنه بعدش ببینیم چی میشه. پس تصمیم گرفتی چی از بابات بخوای؟ یه چند تا چیزه، شایدم یکم بیشتر، اما فکر نکنم قبول کنه. به اونش فکر نکن. خب از من چی میخوای؟ باید با من یه جایی بیای و توی یه موضوعی بهم کمک کنی. راحت و سرگرم کننده نیست. البته شاید یکم سرگرم کننده باشه، اما به هیچ وجه سوالی نمیپرسی و این به عنوان یه راز بینمون میمونه. نظرت چیه؟ قبوله؟ پس یکم در مورد خواسته‌هات از یلدریم خان حرف بزنیم. خب ببینم چی تو این پاکته. یه هدیه خیلی مهمه. در مورد همسر یلدریم خانه. فرض کنی یه هدیه است. اما چرا اینقدر مشکوکین؟ بگین توش چیه؟ نمیشه، اسرار شرکته. منو واسطه کردن. حالیتون شد؟ بچه‌ها من دارم زندگیتون رو نجات میدم. اون وقت به جای تشکر همش دارین سوال پیچ هم میکنی. خب من با یه پیک براشون میفرستم. نمیشه. چرا داد میزنین آبا؟ با پیک خیلی عجیب میشه. خیلی عجیب میشه. خیلی. این نشونه حسن نیتمونه. برای همین باید رو در رو بهش بدیم. به نظرم تا ظهر صبر کنی. دمیر ارندیل گفت کاری نکنی. اگه به امید اون باشیم که یلدریم خان فسخ قراردادو میندازه رو میز. گرچه من هنوز متعجبم که چرا صبح نفرستاده. باشه پس براک تو هر چه زودتر برو تحویلش بده. به نظرم تحویل این بسته رو یکی از شما انجام بده بهتره. یه لحظه، چرا ما آخه؟ نه اونا رو قاطی نکنین فرخ خان. اینجا چه خبره؟ یعنی وقتی بحث کار که میشه بورای خان کسیه که بیشتر از هممون راه و چاه و بلده. در ضمن از اونجایی که فقط خودشون میدونن چی تو پاکته، به نظرم بهتره که خودشون اینو تحویل بدن فرخ خان. اما مسئول تمام این اتفاقا شما این لروکس خانم. اگه لازم باشه این وسط معذرت خواهی صورت بگیره. حق داره. من میبرم. معذرت خواهی هم میکنم. دوستان یکم آروم باشین. لروکس من و تو با هم میریم. تو عذرخواهی میکنی، منم پاکتو میدم. بورک خان بعدم فرخ از تو هوای ما رو داشته باش. البته. بریم. دوبله شده در استودیو جم. یه یتیم خونه، مرکز هنر و ورزش برای بچه‌ها، پناهگاه زنان و مرکز اسکان پناهنده ها. مسئولیت همه اینا رو شرکت‌های یلدریم خان بر عهده میگیره و شخصا خودشون انجام میدن. در ضمن باید بودجه هر سالشون هم تامین کنن. بله، یادداشت کردم. اینم یادداشت کن. به هیچ نحوی نباید اینو به تبلیغات تبدیل کنه. بزرگترین منفعت خدمات اجتماعی اعتباریه که میاره آلارا. اگه اینو ازش بگیری که یعنی اینو فقط به خاطر من انجام داده، پس یعنی دیگه آدم خوبیه. اگه به خاطر اعتباردهی به شرکتش، معافیت مالیاتی یا به خاطر تبلیغات انجام بده، همون بهتر که انجام نده. با چی کار کرده؟ یه نفر بود، شایدم تنها کسی بود که تو این زندگی واقعا دوستم داشت. بابام فوراً فکر کرد که به خاطر پول با منه، چون تو زندگی همه چیز باید در مورد اون باشه. جدا شدین؟ ترکم کرد. بابام به کسی که عاشقش بودم پول پیشنهاد کرده بود تا ازم جدا بشه و گفته بود که این خواسته منه. جوری متقاعدش کرده بود که هرچی گفتم باور نکرد. متاسفم. پس تو رو خوب نشناخته بود. یه میشناخت میدونست که همچون کاری نمی کنی. میدونی دمیر تو این زندگی شرایط چه کسی سخت‌تر از کسی که دلش شکسته؟ کسی که غرورش خورد شده باشه. بابام با غرور کسی که عاشقش بودم بازی کرد. هر کسی که وجدان داشته باشه این کارو نمیکنه. از اونجایی که شرط تبلیغ رو ممنوع کردی، امروز میفهمیم که وجدان داره یا نه.
اینقدر خودتو اذیت نکن. یکم دیگه همه چی رو به راه میشه. باعث و بانی همه اتفاقا منم. واقعا معذرت میخوام. کاریه که شده. حداقل یه راه حلی داریم. ببخشید. بله فرخ. براک این کار به دل من نمیشینه. ییلدریم خیلی آدم قدرتمندیه، همه جا نفوذ داره. چیکار کنیم فرخ؟ تا اینجا اومدیم، میخوای برگردیم ها؟ اگه اون عکس‌ها رو بدی به ییلدریم شروع میکنه به پیدا کردن آتو از تو. به نظر چقدر طول میکشه که بفهمه مناقصه رو به لطف اسن گرفتیم؟ بذار طوری به نظر بیاد که لروکس تنهایی این کارو کرده. نمیشه. من نمیتونم این کارو با لروکس بکنم. لروکس باید مسئولیت کاری که کرده رو به عهده بگیره. اگه همه چی بد پیش بره فقط ییلدریم از لروکس شکایت میکنه. حتی مجازات هم نمیشه. اما اگه از تو کینه بگیره تو، من، آرتمیم، حتی بابات، هممون بدبخت میشیم. نمیتونم. تا اینجا اومدیم، من چطوری میتونم بهش بگم تنهایی برو؟ میتونیم همه این کارا رو خودمون بکنیم. براک قدرتشو نداریم. میتونی اینو از لروکس بخوای. اون دختر هر کاری رو به خاطر تو میکنه. آقا فرخ چی گفت؟ هیچی، از این حرفای بی خودکی. بگیر. تو حق داری. بهتر پاکتو خودت ببری. به هر حال تویی که باید عذرخواهی کنی. پاکتو بده و بگو که هدیه از طرف منه. امیدوارم کارساز باشه. البته که کارسازه. محکم باش و اعتماد داشته باش. تو قوی ترین زنی هستی که میشناسم. بعد از همه بدبختیایی که من باعثش بودم هنوزم اینجوری فکر من به می‌کنی؟ تو اعتماد دارم. هر کسی میتونه اشتباه کنه. زود باش. برو پاکتو بده و ازش معذرت خواهی کن. بعدش هم بیا. کیف پولمه. سلام، با یلدریم خان کار داشتم. بگم کی اومده؟ میتونین بگین لروکس از آرتمی. لروکس خانم از آرتمین برای ملاقات با یلدریم خان اومدم. باشه. متاسفانه وقت ملاقات نداشتین. یلدریم خان کل روز جلسه دارن. میشه بین برنامه‌هاشون منو جا بدین؟ مهمه. باید قبلا وقت میگرفتین. باشه، پس اجازه بدین برم بالا. بالاخره بین جلسات یه استراحتی میکنن. همچین اختیاری ندارم. لطفاً اصرار نکنین. اگر میخواین موضوع رو به من بگین، من به منشیشون منتقل میکنم. باشه، پس بذارین من با منشیشون حرف بزنم چون موضوع خیلی مهمیه. چی کار میکنین خانم محترم؟ بذارین من با منشیشون حرف بزنم. یه لحظه ولش کنین. خواهش میکنم. خانم محترم. میشه برین بیرون؟ یه لحظه. بذارین من با منشیشون حرف بزنم. سری مشکلمو بهشون میگم. خانم محترم دردسر درست نکن. بفرمایید. اگه میتونین منو بندازین بیرون. نمیرم، هیچ جایی نمیرم. خب نمیرم. چه خبره ها؟ چطوری عزیزم؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ قرار نبود دوستمون رو تنها بذاریم. آخه براک کجاست؟ رفت. اینطوری بهتر شد. پای براکم وسط نکشین. خیلی خوب باشه، پس بریم. بشین بابا، چون وقت قبلی ندارن نمیذارم بریم تو. اون یارو نگهبانه رو میبینین؟ یکم پیش منو انداخت بیرون. ببین باز چجوری نگاه میکنه مرتیکه. ای بابا، حالا باید چیکار کنیم؟ اگه بخوایم به هر طریقی هم نگهبانه دست به سر کنیم و بریم تو ساختمون، منشیش نمیذاره. بچه‌ها میگم برگردیم شرکت. نظرتون چیه؟ بلند شین بچه‌ها. پاشین. لروکس تو پشت من قایم شو. زود باش. خانم محترم، ورودی از اون طرفه. ماشینم تو پارکینگ آقا. انتظار نداریم که این همه راهو پیاده بریم ها. تازه جلسم هم داره دیر میشه. باشه بفرمایید. ممنونم. بابا
باورم نمیشه اومدیم تو. وای آیدا تو حرف نداری یا دختر چجوری این کارو کردی؟ به خدا قلبم داشت میومد تو دهنم ترسیدم. ساکت هیچی نگو، هنوز دست و پام داره میلرزه. تا طرف نیومده سریعتر بریم. میره بالا دیگه. بله. ما چرا قایم میشه؟ نمیدونم. بالاخره تونستم برم تو براک. برای نجات دادن شرکت تو این همه دردسر افتادی. بعدش هم لروکس رو میفرستی که بنازی. از دست تو فرخ، از دست تو. خاک تو سر من که به حرف تو گوش میدم. عزمیه خانم. بله دمیر خان. بفرمایید دمیر خان. اینا کجا؟ کیا رو میگی؟ عزمیه خانم. آها شما لروکس خانم اینا رو میگین؟ یه چیزی بود، یه کاری بود برای اون رفتن. چه کاری؟ به من نگفتن. عزمیه خانم اینا که نرفتن پیش یلدریم خان مگه نه؟ لطفاً بهم بگین که نرفتن پیش یلدریم خان، چون خیلی واضح به همه هشدار داده بودن. نه بابا اصلا اینطوری فکر نمی کنم. اونا با بوراک خان رفتن. من میرم. باشه دمیر خان. وای خدا خیلی گشنم شده. بریم یه چیزی بخوریم. همه دارن واسه نهار میرن، الان وقتشه. وای خدا استرس دارم. یه جوری داریم میریم معذرت خواهی انگار میخوایم بریم شبیخون بزنیم. برای زیر سوال بردن این قضیه دیگه خیلی دیره. فعلا باید بریم شرکت رو نجات بدیم. زود باشین، راه بیافتین. حراستیه. ای بابا این آدم اینجا چی کار میکنه آخه؟ نکنه رو من ردیاب نصب کرده. دارم دیوونه میشم. الان ما رو میبینی یه کاری بکنیم. بچه همه راه اومدیم اما هنوز نتونستیم وارد اتاقش بشیم. اینجا در مخفی چیزی نداره؟ و این قضیه اینطوری تموم نمیشه. ای خدا خواهش میکنم یه کمکی بکن. بچه راه بیافتیم.
به خیر گذشت. در رو قفل کرد. نه 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 نه. وایسا منم امتحان کنم. آره قفل. اوستا محرم تو اینجا چی کار میکنی؟ براک اگه مشکلی باشه راه حلی هم داره، تنها نیستی. اگه تو اینطوری میگی پس ای بابا شارژم هم تموم شد. ایوا، براک، تایلان تو این طرفا چی کار داری؟ چه بلایی سرت اومده؟ این رئیس جدیدتون رسما دیوونه است. اگه پای تو این وسط نبود بعد جور حسابشو میرسیدم. اما حالا مگه چی شده؟ من نمیفهمم. اون دختره بود که توی پارتی باهاش میپلکیدیم. اسمش چی بود؟ ها، لروکس. خب داشتیم باهاش خوش میگذروندیم، میرقصیدیم، میخندیدیم. تو خونه داشتم بهش نزدیک میشدم، شروع کرد که به من دست نزن. منم کلا کار خاصی باهاش نکردم و بگذریم. وقتی اینطوری کرد رئیستون اومد تو، یهو بهم حمله کرد. مردی که آدم اول گوش میکنه، عوضی بی فرهنگ. اوستا از اینجا شو میسپارم به تو. من میرم پیش یلدریم خان. تو برو براک جون، بقیهش با من. قیافتون خیلی واسم آشناست. تو پارتی همدیگر رو دیدین؟ آره جوون، اونجا هم دیگه رو دیدی. اتاق تو کجا؟ اون طرفه. بفرمایید یه قهوه مهمونت میکنم. قهوه. برو. آی باز نمیشه. من به براک زنگ میزنم، یه راهی برای بیرون آوردنمون پیدا میکنه. من از مکانه بسته میترسم. الان حالم بد میشه. میگه در دسترس نیست. دخترا یه چیزی بهتون بگم، اما هول نکنین باشه. ما الان تو اتاق بایگانی هستیم. چی؟ به خدا الان وسط همه اسرار تجاری شرکت مثل گاو گیر افتادیم. به خدا اگه گیر بیفتیم نمیتونیم اینو به کسی توضیح بدیم. وای خدای از حال میرم. تو رو خدا در باز کنی، باز کنی، در باز کنی. چرا نمی‌کنی؟ باز دیگه یه لحظه آروم باش. کار می‌کنی؟ آروم باش. خدایا. خوش اومدین دمیر خان. یلدریم خان منتظر شما هستن. گرچه منتظر من نیست اما بیا. حالا را تعجب کردی؟ آخه گفته بودی تا شرایطمو قبول نکنه نمیخوام ببینمش. منصرف شدم. میخوام وقتی شرایطمو میشنوه صورتشو ببینم. آماده ای؟ اون باید آماده باشه. دخترم زود بیا این در رو باز کن. یلدریم خان. آلارا دخترم آروم باش دیگه تموم شد. دوبله شده در استدیو جیم. لروکس خانم، میتونم توضیح بدم. دزدیدن اسناد تجاری شرکت از اتاق بایگانی. چطور جرأت کردین؟ لروکس. الان از پلیس در باز کنی، در رو بیرون بیار باز کنی. یکی ما رو میبینه. ساکن باش یه لحظه. حالم بد میشه.
باشه بریم بیرون. خوش اومدین دمیر خان. یلدریم خان منتظر ممنون. شما گرچه هستن. منتظر من نیست اما بیا. آلارا میتونم توضیح بدم. دزدیدن اسناد تجاری شرکت از اتاق بایگانی. چطور جرأت کردین؟ خودتون رو ناراحت نکنین بچه ها. براک خوبی؟ خوبی جونم؟ دخترم، من 4 سال تو رو ندیدم. برای اینکه بتونم سالی 2 بار ببینمت هر کاری بگی انجام میدم. پس در مورد بقیهش با دمیر خان حرف بزن. ای بی وجدان، بز لجباز. به من گفتین؟ وای نه بابا، آخه چرا باید به شما بگم؟